اینجا مهکده سفید شهر اسلام که ظهور میکنه دیگه آیین میترائیس بوده. اینجا حالت سلیمانان حفاری کردن زیر زمین، 7 میل زیر زمین پله میخوره میره پایین. اینا مراسمهای دعاشون و مراسمهای معنویشون رو میرفتن اینجا اجرا میکردن. اینو آیین میترائیس که انشالله میریم پایین میبینید مشاهده میکنید. همش هم به صورت دستکند، خیلی حالت جناری مانند، حالت سلیب مانند، حالت بیزی شکل. 4 تا ستون داره، یه چاه آب بوده، سطح آب بالا بوده و 4 تا عنصر آب و خاک و هوا با نوری که اون چاه و بالای اون چاه آبه یه بالای این مرکزه که حفاری کردن خیلی جالب اون نور بوده. اینجا اصل موجه اونجا بوده، موجه اصلیش اونجا بوده. اینجا چون خانه‌های بالا بود یه از اینجا میدونم سردابه بوده، خنک بوده. زمان قاجاری اومدن اینا جداش کردن. این مطبخ بوده، اینم استراحتگاه بوده، تابستون کولر و پنکه اونا نبوده، خنک بوده اینجا. خب لانگ بدن؟ راه خودشون پس بله این راه رو بعد حفاری کردن. راه اصلی مهکده اینه. این بالا راه بوده، حالت عمودی بوده تا پایین که اینجا هستید شما. بعد اومدن از این ور یه راه، چون مثلا زمان قاجار از اینجا حفاری کردن، یه راه از اون خونه گرفتن، یه راه از این راه اصلی. اینجا حالت جناقی مانند کندن یا حالت صلیب مانند. اسلام که ظهور میکنه میان اینجا رو حفاری میکنن. حالت بیزیشه خیلی قشنگ به صورت دستکن مشاهده میکنید. حالت دایره مانند به صورت دستکن کندن. حالت کتاب گوشی اگه روشن کنم، این بالا 4 تا ضلع، 4 تا جناق. حالت کتاب باز یا حالت کتاب دعای باز. 4 تا جناق بوده، 4 تا ضلع بوده. یه چاه هم که پایین مشاهده میکنی، این چاه آب بوده، او بالا نور بوده. دعا میکردن اینجا. یه آیین پرستشگاه، آیین میترائیس بوده قبل از اسلام. دیگه چون ما ارزش قائل نمیشتیم، قدیمی ها میدن اینجا استفاده میکردن برای خونکیش. بعد دیگه اساتید محترم از میراث دکتر ظهوری، دکتر دیوید، اینا میدن اینی آیین میترائیس بوده دیگه اینجا. تا حالا فعلا ما مشغولیم. اونجا چی؟ هم 4 طرف حالت جناب صلیب مانند بوده کلا. حالا اینا دنبال چیزی میگشتن، قبلا حفاری کردن، دستگاه زدن، گفتن چیزی هستش. وقتی ما اینا پر نخاله و آشغال بوده، سال 95 ما اینا که آشغالا و نخالا رو جمع آوری میکنیم، این چاه داخل پیدا شد. رفتیم پایین، یه چراغایی از چراغای پیسوز میگن داخل این چاه 7-8 رو پیدا کردیم و این چاه ادامه داره. حالا تا میراث مجوز شد بده ادامه شدیم به کجا میرسه. چاه آب بوده دیگه. حالا و خیلی اینجا دستکن خیلی قشنگ، حالت هندسی، حالت جناری مانند خیلی قشنگ و تمیز کردن که مشاهده میکنیم بدون هیچ دستگاهی.